پیامبر بزرگ که روز قیامت سخت‌ترین عذاب بالای همان مردها میشود که عائله‌اش خداخواد بی تربیت میمونه است. در الفیات میگن که فرزندی نفس باغی پدر، فرزندی بد داغی پدر. چیکار میکنن بچه‌ها میکنن؟ چیکار میکنن همین دخترها میکنن؟ برای همین هوشیار شیم ان شاء الله خداوند. گفتی شیخ سعدی هر کی میگه در کودکی ادب برخاست در جوانی ادب نخواهد کرد. وقتی که ما در کودکی تربیتش نکردیم، آدابش ندادیم و جوانش را تربیت کردنش قینه. این روزا جوانا رو ببینید وقتی که اگر ما شما یک تربیتش میکنیم میگه کارت نباشه بازی. من خودم میدونم، من خودم دانا هستم، من خودم میفهمم. امروز پدرها پریزنواد ندارن، امروز مادرها گفتش گفت نیست. سببش که چی؟ از خوردیش تربیت کردگی نیستن، از خوردیش قدری پدره، قدری مادره، قدری خداخواد ندانسته شدیم. باید که انشاءالله خداخواد ما و شما پدر بدون خداخواد باید بچه ایست کند، مادر بدون باید بچه ایست کند که مادر دارم من، پدر دارم من. طوری افسوس که صدها افسوس امروز تربیت ندارن. ولی این مستحکم شن، حالی هم وقت است، وقت نگذشته است. حاضی هم خداخواد آینده کودکان انشاءالله تربیت کنید. حتی اینکه خدا خواهد میتونن بچه ها پدر آخ کنن، میدونید میتونن بچه ها مادر آخ کنن اگر وظیفهش اجرا نکنه شد. دورای حضرت عمر بود، میگه یک جوان، یک پیرمردی کلان سال میگه روش کفیدگی خون اومده ساده، بچه گفته پیش حضرت عمر اومد. گفت چی گفت است؟ گفت بابا جان همین گفت من بی احوال من بچم زدم، گفت من نمیکند اطاعت نمیکند، یک شما یک دون دهن نصیحت کنه. خب گفت بعد گفتن که ندانیدم بچه چونکه رضای خدا رضای فی رضای والدین، راضی خدا در راضی پدر و مادره و غضب الله فی غضب الوالدین، غضب خدا در غضب پدر و مادره. شما بچه های عزیز آگاه باشین، چشماتون کشین خدا خواهد انشاءالله. گرچه نماز خوانی، روزه گیری، طاعت کنی، عبادت کنی، لیکن پدر مادر ناراضی باشد بیکار است. نخوام لوچی نخوام، چونکه خداوند با واسطه دعای پدر و مادر عبادت تقبل میکنه. اگر پدر مادر ناراضی باشد بدمین شما کار کنید که انشاءالله پدر مادر راضی کنه. شما پدر مادر حرمت نکنید کی حرمت میکنه؟ طوری که در کار است. من پدر مادر برای من در کار است. اولا خدا خواهد من اگر حرمتش بجا بیارم جامعه اند حرمتش بلند نشه، میگه من بچه‌هاش حرمتش داره کو. اگر شما حرمتش نکنید و کی حرمت میکنه؟ تصور کنید. و شما با یک امید کلانت کرد یا نمی؟ پدر میگه در کودکی گیرد دستی پسر، با امیدی که در پیری پسر گیرد دستی پدر. همه باز کودک‌ها داریم خدا خواهد. تو نمی؟ با زبانی حتی کودکی گپ میزنیم، چون کارت میگه با کودک افتاد، با زبانی کودکی باید لب کشاد. شیرین که زبان تمیساد، من زبان شیرین باشه، شیرین که میگه شیرین کرد چکا میگه بچت که میگه گپ زن. همون پدر همچنان بود. وقتی ما کودک بودیم الحمدلله پدرام چکا کردن همچنان گپ میزدن، همچنان مادر خدا خواهد انشاءالله با ما شما از این انواع میکردن. ببین به یک امید. لیکن امروز ما چکار داریم؟ برای همین آگاه باشین شما خدا خواهد شد. شیار شو که خدا خواهد دست و پدر خدمت چه دست نته. بهترین لباس پوشونش خدا خواهد انشاءالله. پوشون ای بیچاره پدر یک تاکی زرده که دیگه شده است، یک پسیدگی معصیهاش پوستاش ریختگی. به ناموسی چی هستید ای؟ پدرت میشه تو خود $100 پوش، $100 پدرت پوشه خدا خواهد، تو $50 پوش. پدرت خدا خواهد توی سر نبردار، مادر خدا خواهد توی سر نبردار انشاءالله خدا خواهد. ماشین خریدی کلیت بیار حال اتت نتی. اول کرده دیگه پدر این ماشین شما است، باید فخر کنه انشاءالله خدا خواهد. یکان مکنش نگو که بچم بیچاره خدا امراض کنه، اول کلیت آرد دستی من داد که پدر همین ماشین شما مردم بچه جان هی کنه میتونه ماشین خطا نسی. وای خرسند میشه، خرسندی باید 1 تومن دنیا است یا نمی؟ بازار برش خدا خواهد بهترین پوشونش، بعدی سرش باید پشیمون نشوی. در حیاتی میگن نکردی شادم، بعد از مردن چی لازم داد و فریادم. بعدی که جانش برمد ای دنیا برود 1000 سر در سرازن،
محل گشتن نمی آید دوباره، صدها زنی سری خود به سنگ خانه. دوباره اتت خدا خود نمی آید، دوباره افت نمی آید که بعد هزار عرض کنی میروند از دنیا. امروز غنیمتن، تو امروز وقت را غنیمت شمار که فردا ندامت نآید بکار، نمی آید بعد پشیمانیات. هزار آرزو که هزار سود که چندین جوانا پیش با من از دامنا جان. امروز دنیا را یافتم لیکن پدر نمیابم. دنیا را یافتم مادر، کنی مادرم باشه امروز حجش برم، کنی پدرم باشه یک بارک حجش برم. نکی زنده بود قدرش نمیکردیم، زنده بود قدرش نمیکردیم. یکی بعد این مرد خدا خواهد و گام سرشید میشود. انسان بعد با قدر میشه، یک بار خدا خواهد لحظت نزند، بعد پدر در کار است، بعد مادر در کار است. از پدر مادر بهترین معصیتگو در دنیا نیست عزیزانی من. اگر آدم کشته بیا اتتگو اپتگو یک کس نمیگه، یا میگه یگان کس بیان نمیکنه، اظهار نمیکنه، همون درد تا گوره میبرن. چون دوست است یا حقیقی دوست خدا خواهد. گفتی شاید میگن مردم ها میگن امک بجای پدر نه فندم نکنه جای پدر دیگره. مردم ها میگن خاله بجای مادر نه فندم نکنه جای مادر دیگره، ای جاش دیگره و هیچ که جاش نمیگیره. آدم که تمام زنی دنیا جمع که در خانت جای بر نمیگیرد، ولی می قدرش نرسه انشاءالله. خدا خواهد حرمش نبجا بیار، عزتش نبجا بیار. باور نکن ناراضی باشد نمازت قبول نیست، ناراضی باشد عبادتت قبول نیست. الله سبحانه و تعالی عمل همش حبته. آکی والدین خدا نمیبخشه، یاد نبرم کسی که آک میشود الله نمیبخشد. برای که ما قدری پدر مادر نمیرسیم دیگه سوال نه جواب، ما چون که نماز نمیخونیم. اگر نماز خونی قلب نه ایمان، نور ایمان داره، انشاءالله خدا خود چنان مهربان میشه که حتی یک مورچه را آزار نمیتی. حال انسان از کل ما انسان آزار داده شده، هیچ کس آزار نمیتی، چون که خداوند انسان در قلبش ایمان که جار کرد بسیار مهربان میشود، بسیار مشفق میشود، بسیار شیرین زبان میشود، دل آزار نمیشود. ولی من اولا جوانای عزیز خدا خواهد نماز انشاءالله خونین. خدا قرآن گفته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قضا ربکم الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. یکم فقط من عبادت کنه، بغیر از من دیگر یگان سه عبادت نکن. سوره خدا خواهد اسراء آیت 13-14 خوان قرآن بین. سوره اسراء آیت 13-14 خدا ما شما نصیحت میکنه. فقط من عبادت کنه، نماز برای من خون، برای مردم نخون. عبادت برای من که خدا خواهد انشاءالله. مخلوق برای من میانه رو نکن. مثل خریستیاناری عیسی بچه خدا میگن، یهوداری عزیر بچه خدا گفتن. شما هنوز وصیت داریم که خار زدیم در کوچه همو، تقی خر زدیم در خون، هم عبادت است. هگو این چشم میگردونه میگن روز یک سی مردگی تقی خر هم خر پتین کشه یه چرا پوچ کردن دو مکره بومدنش موت در خونه ها کشاک گشته، در گردن کشاش کرده. وقتت میاره روسیه، وقت میاره که خدا میاره. وقت ها میگه یگان الله وی زنده چیز مرده وی خانه کشاک در خونه کسته و این خانه برای چی کشاک کرده گم میگه این چشم میگردونه. روسیه گی در دست تو کشکی هم بود ندریت اگر خلاقات برای خداش گو خواه کشاکش کرده. آقا خدا برای ما شما گرم شیدن استفاده بودم، برای مال ها و خدا پیداش کرده. خب برای خدا عبادت کنی باید. بعد از این میگه و بالوالدین احسانا، پدر مادرت نخوبی کن. من فرمانی خدا بده می یا فرمانی من بده یا فرمانی محمد صلی الله علیه وسلم می. و بالوالدین احسانا میگه بعد از این پدر مادرت نخوبی کن. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. اگر میگه یا اپد یا اتد، میگه وقتی که 70-80 ساله شید حاجتی قضا کرده بومدن نتونیست تاگاش تازه میگه خدا نصیحت بین مبادا میگه تاش تازه کنی اوف نگو، آی سر نکش. ما شما اوباله میگیم که معنای اوبال چی بوده است؟ عربا گفتین که مفسرات در همین تفسیر آیت همین که الاوف بی معنا استجره، یعنی معنای اوف معنی تو بیدارم دیگه بوده است. تو میگه خردک بدی، میگه در دومنش تارت شکستی، در سری ارکن پدر سر دادی، در جاگه ها ریدی.
استیل اگر خوبش آگمد یکی پدر برادر نپرت افتاد کن یا مادر برادر خلاخه لغزانه کن نکرد کن آبی گرمک کرد چیکار میکرد کنتش افت با نوازشت کرد خواه کرد حالا وقتا که با قیم بدازی این گاز بومده الکتر بومده سماوار بومده تو قیمت کش او وقت بیچاره ایکو رفته هزم آده گاو کرد گرم کرد میسا کنک دمیشید دورهای شوره اینه 24 وزمی بود حیات امروز شکری خدای تعالی حیاتی ما شما نکرد 80 سال تصور کنی خداخت کجا خداخت گاز بود و کجا چیزی خوب بود با عذاب نکی پدر مادر شما را کلون کرد با عذاب خداخت خودش نخورد مگه خوروندت خودش نپوشید پوشوندت میدونی در یک شب 10 بار مادر خسته بولاکت میپوشه حاضی کلون همشته حاضرم یک بار رفته پیشی دیول گوش میبینه که نسخه رفتاشه بون مادر را بین شکست نخم نمیخری این خیلی خمخور در دنیا نیست مادر داری بین حتی میگه فلا تنهرهما بام نزن میگه طرفی عطاپت طرفی زنک جان مرمت خدمت بعد داد میگوی کارتونا باشه من خدم میدونم تو کی هستی تو خدمت تو چیه میدونی تو یک چوما هستی تو تا 4 تنگه راستی رفتی کلوته اکر $10,000 آوردی اکی امروز خلاخت زمینم زمان قسم داسته همون دولت هم با دوی مادره همون دولت هم دوی پدره هر باری که در نماز میشینه بچه میگه بچه یک ما خدا خاطر مرشد دراز کرد بچه یک ما ساق بودی سیاد بیار چون تکاش پولی بیار شرمنده نشو مثال همون دعای پدر ماده که این خونه قصر شید الهی چی نمیشه 3 دعا است گفتن ثلاثت و دعای مستجابتون لا شک فیه این حدیث صحیح ابو هریره روایت کرده حدیث صحیح 3 دعا است گفت اجابت میشه ایوب نبرو 3 دعا یکتاش از دعا والدی علی الولدی دعای پدر و مادر بچهش نگره قبول میشه یاد نبرار چشمات کشو خدا خواهد انشاءالله بین خدا و بین پدر مادر یگان انشاءالله خدا خواهد پرده نمیشه اگر گوشه تلفن را گرفت خدا خواهد با خدا تماس گرفت همون زهاد خدا لبیک میگه چی بخواه خواه جوانی مرد شد و جوانی مرد میشه خواه خدا خواهد انشاء کلت پرد بپری این دعا میگیره یاد نشه این خدا همین خدا های یک مستفید زن یک بچه زن میگیرد زنش میگه که همین پدر دیل مزد بر پرتاش ناشه من زندگی نمیکنم هر روز غرغر جنگ و جنجال هر روز پدرش پیش میکنه میگه پدر میگه یک طرفی سایری که برم تو طرفی که رفتم که میرفته که سنی دایره میران میگه بچه جان میگه گفتی که که میبرم دایره رفته سه گفت که دیل مزدی گفت زن تسه که برگومش که بعد من زندگی میکنم بطر بعد مصطفی تبسم میکنه میخنده میگه پدر چرا میخندی من شما پرتافتنی بودم بجای گریستان خفش دن ای بچه جان او انم گیردو دیدی او حرکت دست کو من همونجا نپرتم میگه چوها گوهم من با تاوردم همونجا نپرت افتادم خدا بده من اومد نه که تو هم بیای همینجا خدا خواهد 10 سال بده خدا خواهد 15 سال بچه اگت کلون نشان تو هم همینجا تمینجا هی و توبه میکنم میگم بحری زن میبرم که پدر مادر من میگم ما شما چیکار کسی این روز نه سوالت خود جواب یک خدا کرد انشاءالله ما شنیده هستیم چندین موزویدا شکایت دارن در ملکه ها چندین شوخلا خواهد همسو بشتسیم گفته است از داملا جان حرمت نمیکنن عزت نه یا بیمار شده هر روز دعایی بعدش نکه خدا خواهد در کار باشه خدا خواهد انشاءالله همه کار پاچکاش هم مچک سنته پاچکاش هم مچک یک عزیز خدا شاگرداش میبینن که تمام ریشش مروری چیده میگن استاد همیشه در خواب دیدم که تمام ریش مروری چیده دین همه خونه درم میگه مادرکم پایلیش در روی خواب گشته بری شکم تازش کردم دیدی که نخدا خواهد مروری چیده کرال میشه اگر مچه بجا بیاری دعای بیار اگه هرگز خور نمیشه خدا خواهد انشاءالله عزیزانی من چشم تکشیر انشاءالله خدا خواهد من یک حدیث صحیح میگم دی موضوع نمیگردیم در بنی اسرائیل در پیش از ما میگه یک جوان بود حدیث صحیح ده بسیاره که من عربی هاشه نمیخون چون که وقتمون بسیار میرود قصه خدا خواهد پر مضمون میگمش همین خیلی خدمت میکنه که دائم یک خودش تشمیش و تازه میکنه از دوش خدمت میکنه فرشته ها میگن که خداوندا همین اگر جوان مرد انشاءالله جاش جنت است یک زمانی میگذرد میمرد خدا میگه بره در دوزخ پرتش فرشته میگن خداوندا این به کم و کوز خدمت کرد برای چی اون سه که من میدانم شما نمیدانه گفت این میکر خدمت علیه که بعدی که هلاک شد با دلش میفتست که کی نمرد که خلاص شود انمی نیتی باش کردی دوزخی شید ایو نبرار
او دیلنگی تا خدا میشناسه. ما شما داننگی بولمگه فرشته ها میشنوند. این دیلنگی الله میشناسه. ای دل چی میگذره خدا خواهد شوری کنی خدا میشناسه نه نبلار. تو کاملا در بالای کتیف تا ای خدا ترسته. تو خیال نکی که پیش ما میرن میگن همین حضرت کاملا کو کلی چند نیست من درد دل دارم. ای کاملا دنیا نکن تو تا کاملا نمیترسی. نه دو تا کاملا ای همین که دنیا اومده خدا کلی چرچ میکنه تا آدم مردنه. سعیز بلا کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون. قصه قرآنی است. خدا میگه کرام الکاتبین دو کاملا در کیفت پیدا کردم تا آدم مردن مینویسن. اینش ثوابات اینش گناهات گجاد میخورم. این کاملا نه تاکت نه شمالت نه او دلیل شکامت هیچ کنه میتونی کاملا میتونی کاملا دنیا اما او دلیل چی میکنه لیکن کاملا الله هم فقط او دلیل چی میکنهش اگر عمل خوب بسیار کنی طرفای بعدت او دلیل میشه اگر عملی بد کنی طرفای نیکت او دلیل میشه دو تا قسم دو تا ویروسه ویروسی ثواب ویروسی گناه یاد نبره خدا خواهد انشاءالله اینا فقط میتید این دل میشه نه که ازبکستان قانون استوار خدا قانونش استوار یاد نبره خدا وعده میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر سوره ذات الجلال خوان آخر مدرمی اگر میگه هوا واریم یک ذره ها هیکل وقتی که زنهای ما شما دخترام خانه میرن یک هوا ذره چا پیدا میشه هوای واریم نقدی که میگه میگیری بعدی که نمیگیری هوا نشه خدا هم که خدا خواهد بترس ای الله ترسیده خدا خواهد نماز کن روزه گی طاعت کی عبادت که عرق نخ جوانای عزیز از عرق پرهیز کن جامعه خوب شه انا سال گذشته بلا اومد چوه اومد سوال دادی چوه معلومت تو بالا زیر کرد برای چی جواب گی وکی گناه های ما شما است رضای خدا در طاعت ای غضب خدا در معصیت ای گناه اینو نبران چند قدر در این کشلا گناه بسیار جا همون قدر بالا میخری خدست به پول میتید خدا خواهد پیامبر بزرگ در حدیث صحیح میگه در دو قومه که زنا کتی اگر میگه پرسن معلوم شود میگه او قوم بلا انتظاره کسی که در این محله شما اگر پرسن چی باشه پلته خدا خواهد پرسنتی حرام خری گوشتی خوب خور پرسن حرام است خدا قرآن نمیگه استعیذ بالله و الله و حل لکم البیع و حرم الربا ما حلال کنیم میگه برای شما سودا را حرام کردیم پرسنت پرسنت خدا خود قرض حسنت میگه خدا و آخری الله قرضا حسنا در راه من میگه با امید ثواب میگه گیرنی بچه جان این 2 میلیون اگه خدا خود دو ماه کارک تا که با گردوندم بده نگوش که با 2 میلیون داده 3 میلیون کرده گیرش خدا خود در خونه چی این حرام گوش خوب حرامه اگر کسی پرسنت چکای بابا حج بره قبول نمیشه مرکت درست نیست اوقات تا خورده نمیشه ای خدا بترس زنا هم همچنان است در کدام قوم و جامعه دیگه زنا زیاد شود بلا را خودت خریدن میگیری زنا سه چیز میارم وقت حدیث چه میگم پیامبر اسلام که اتقوا من الزنا فانه ستة خصال از زنا دور شین چون که 6 تا عقوبت عذاب دارد 3 تاش در همین دنیا است 1 تاش عمرت کوتاه میشه از ما شما برای عمر دراشتن چقدر کیا عزیزا دو میگیری پیش مسافر میره یک دام خدا اون دراز کنه برکم تیا روز فرم فلان کنه هر روز پیش یک اولیاء است یک دام است یک مسافر است تو ببین سفر میکشه اگر رسید 10 تا خونه مدروی پیرمرد کم ساکی باجان یک دعا که برام خدا یک کاری خوب مناسب میدن یک کاری خوب پولی یافته بیام فقط توی میکنم فلان میکنم بستان میگم برکه در چی است اگر زنا نکنی الله برکه میدید دویم خداوند زناگر از خاندانش برکه میبرداره اگر میلیاردر باشی خدا خواهد بانکرات میشه میلیاردر باشی برای چی بود سپید دنیا گرفت سپید باید که مسلمان سپید نشود چون با حلال زندگی میکنه نکاح کتی زندگی میکنه کسی که به نکاح زندگی میکنی حرامی از فرزند است و زناست از زنا خدا خواهد بلا خریدن میگیری امال پاچکن میشکنه امال یک گی 10 میلیون میمونه خدا خواهد بچه یکی شیرین میمونه دخترک میمونه من در بچهش من دیدم حتی کتاب تورات نمیده که کدام زناگرایی که توبه نمیکنن دنیا کور میشه کور میشه میده خور میشه خدا خواهد من زناگرا دیدگی هستم خدا خواهد کیرم کنه برفته گیجوش این خدا هم خدای حیات نبره این دنیا حساب کتاب داره این خدا صاحب داره این دنیا کناکش در دست الله هست الله که خواهد دیگر گونه میکنه ماشین خرده رفته سه زناگر ماشین در یک لحظه دیگه چپشیده
من یک زیناگر میدونم 6 تا ماشین چپا کرد زنک باز 6 تا ماشین زده 50 میلیون هم حسابش که چقدر میشد 300 میلیون 300 میلیون در یک سال ای دست داد. این خدا وعدهش پیغمبر وعدهش دروغ نیست. سیوم میگه درود و ایروم بشوه. خداوند در هر یکی ما شما سیما و صالحین دادگه آدمای طاعت عبادت کننده الهی مخصوص نور میتیه همون نور تا خدا میگیره. هم زنک بازا بین روش یک نه سوری میباره خدا خواهد آخی بدنت پیس میشوه. آخی خداوند همین خیلی میگه دردا میتیمت که میگه در یادت نیست. یک زیناگر هم میدون کسلی دیل من تون بابا جان گفتم شما کسل تو چی هست گفت کسلی دیل گفتم چیگه پس گم یک تا اکالم گفت حضرت 700,000 میسته اگر خدا 10 سال میتیه همه بیزار بشه خدا خدا میکشی به یک بنده میگیری الله اکبر چون که پر نیافتی چکو میکنی دیگه و میکروب هیچ کار نمیتونی و میکروب هم تم یکی خودت من یک تا ویروس بینه اومد منه یک تا ویروس دنیا الارزون یا نمی نه بچشم دیدشتونی نه کپیدشتونی نه دوشتشتونی دید خدا دیدمی خدا همین خیل خدا خواهد و یا داره که خدا خواهد اشکالات ریاکتیو نی چیزا در یک پس خدا خواهد رسولت کم میپرده ولی نه خدا ترس انشاءالله خدا خواهد نه کی کار از زینا نه از خدا بترس همسر خدا خواهد انشاءالله دوست دار همسرت کردی ما همون بدبختی زنه که همون غرنده کن صرف میکنی پلا اگر زنت نکه خدا خواهد در طور ساعت برشت میگرده و چند کیلو گوشتش میبری با کته قیمت با چله تیلون بیار میگه گوشواری تیلون میگه ساعتی 12 شب ترس و لرز پیسو مخوا کرده میده یا نمی اگر خدا خواهد همسری خود نمسه صرف کرد همسری خود نه همون گب شیری نزن نمیزنی و همون مربط بگو خرمت لبلو فلان پیستان یکی زنی خطه چی؟ یه بار گفت خوش میزنی برنه